سلام، من مهدی مجیدی هستم و به چنل من خوش اومدید. اینجا قراره یه سفر عجیب و غریب رو شروع کنیم. سفری که توش میریم دنبال کشف رازهایی که شاید همیشه کنارمون بودن ولی هیچ وقت نتونستیم ببینیمشون. از اسرار علمی و کیهانی گرفته تا حقایق تاریخی که شاید دونستنشون جالب باشه. اینجا قراره ذهنمون رو به چالش بکشیم و حقایقی رو مطرح کنیم که شاید باور کردنش برامون سخت باشه. توی این ماجراجویی امروز میخوایم بریم سراغ یک کتاب، ولی نه یک کتاب معمولی، یک کتاب که خیلی‌ها میگن پر از رازهای عجیبه. کتابی که به زبون ساده بهش میگن قرآن. ولی آیا قرآن فقط یک کتاب مذهبیه یا چیزی فراتر از این حرف هاست؟ قراره که یک نگاه خاص به این کتاب بندازیم و ببینیم چه رازهایی توش پنهونه که هنوزم بعد از قرنها ما رو شگفت زده میکنه. پس اگه اهل ماجراجویی و کشف چیزهای جدیدی، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو بذار روی آل که چیزی رو از دست ندی. تصور کن یک کتابی وجود داره که تو دل تاریخ از سرزمینی خشک و بی آب و علف ظهور کرده، اما انرژیش تا قرنها بعد روی میلیونها انسان تأثیر گذاشته. یک کتاب که رازهای زندگی، مرگ، علم و حتی آینده رو تو خودش پنهون کرده. امروز با هم به دل شبه جزیره عربستان، همون جایی که قرآن برای اولین بار نازل شده، سفر میکنیم تا پرده از اسرار قرآن برداریم. قرآن کتابیه که 1400 سال پیش تو شبه جزیره عربستان بر پیامبر اسلام نازل شد. اما بیاین کمی بیشتر به محل نزول این کتاب دقت کنیم. مکه، جایی که پیامبر اولین وحی رو دریافت کرد، یه شهر محاصره شده توسط کوه‌هاست. این کوه‌ها نه تنها از نظر جغرافیایی خاص بودن، بلکه به خاطر تاریخ کهنشون از نظر انرژی‌های طبیعی هم منحصر به فرد بودن. شاید برای همینه که قرآن بارها به انرژی طبیعت، آسمان، زمین و حتی کوه‌ها اشاره کرده. بعد از هجرت به مدینه، پیامبر توی محیط متفاوت، جایی سرسبزتر و حاصلخیزتر زندگی کرد. جالب اینه که آیات مکی معمولاً روی مسائل معنوی و اعتقادی تمرکز دارن، اما آیات مدنی به قوانین اجتماعی و علمی میپردازند. این تغییر جغرافیا تأثیری روی نوع پیام‌ها داشته که بی سابقه است. شاید برات جالب باشه که بدونی قرآن بارها به کوه‌ها و انرژی‌های اونها اشاره کرده. مثلا در آیه 15 سوره نحل میگه و خداوند در زمین کوه‌های استوار افکند تا زمین شما را نلرزاند و نهرهایی و راههایی قرار داد تا راه یابید. یعنی کوه‌ها رو مثل میخ‌هایی در زمین قرار داد تا زمین شما رو نلرزونه. اما این فقط یک توصیف شاعرانه نیست. امروزه ثابت شده که کوه‌ها واقعاً نقش تثبیت کننده برای زمین دارن. یا در سوره طور از کوه سینا یاد میکنه که محل دریافت تورات بوده. این کوه نه تنها از نظر تاریخی بلکه به خاطر انرژی‌های مغناطیسی خاصش هزاران ساله که مورد توجه انسان هاست. اما چیزی که شاید کمتر کسی بدونه اینه که مکه روی یکی از نقاط خاص زمین قرار داره. نقاطی که بهشون لی لاینز یا خطوط انرژی گفته میشه. به عبارتی مکه نه تنها یک مکان جغرافیایی بلکه یک نقطه انرژی که باعث شده این منطقه تأثیر عمیقی روی انسان‌ها بذاره. اما قرآن فقط به تاریخ و انرژی اشاره نمی‌کنه. توش اسراری از علم و طبیعت هست که حتی تو دنیای امروز هم شگفت‌آوره. تو آیه 40 سوره یاسین میگه نه خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد، هر کدام در سپهر و مدار معینی شناورند. یعنی همه سیارات و ستاره ها در مدار معین خودشون شناورند، چیزی که علم مدرن بعد از قرنها با اختراع تلسکوپ بهشون رسیده. یا تو سوره نور آیه 40 به وضوح از لایه‌های تاریک اقیانوس ها صحبت میکنه، اونم زمانی که هیچ کس حتی نمیدونست تو اعماق اقیانوس چه خبره. و یا تو سوره مومنون آیه 14 با دقتی بی‌نظیر مراحل رشد جنین رو توضیح میده. آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوانها گوشت پوشانیدیم
و پیکری کامل کردیم. پس از آن به دمیدن روح پاک مجرد خلقتی دیگرش انشا نمودیم. آفرین بر قدرت کامل خدای که بهترین آفرینندگان است. این دقیقاً همون چیزیه که علم جنین‌شناسی تاییدش کرده. قرآن فقط یک کتاب نیست، یه نقشه است، یه سفر به گذشته، حال و آینده. تو این چنل قراره با همین اسرار رو کشف بکنیم، از شگفتی‌های علمی و معنوی تا رازهای جغرافیایی و تاریخی. پس اگه آماده ای تو این سفر با من همراه شو.